میخوام یه داستان آموزنده براتون بگم. میگه که یه پدری میره بچه‌شو بخوابونه، دخترشو بخوابونه. دختره میگه که قبل از خواب میگه شب بخیر مامان، شب بخیر بابا، شب بخیر مادر بزرگ، خداحافظ پدر بزرگ. بابای میگه چی؟ چرا گفت خداحافظ بزرگ؟ میگه نمیدونم، یهو احساس کردم باید بگم اینو. بابا فکر فرو میره، بچه میخوابه، صبح بلند میشه یهو زنگ تلفن زنگ میخوره، میاد خبر مرگ پدر بزرگ اومد. میگذره این چند وقت و داستان اینا میرن ختم و اینا این طرف و هزینه و اینا و بعد چند وقت دوباره بعد این مدت دوباره پدر میخواد دختره بره بخوابونه و حالا وحشت هم کرده، میبره میخوابونه و بچه دوباره باز میگه داره به قبل خواب بره، میگه شب بخیر مامان، شب بخیر بابا، خداحافظ مامان بزرگ. بابا میگه این چه بازی چیه در میاره؟ هیچ عقل این چی بود گفت دوباره باز؟ میگه نمیدونم، یهو احساس کردم بعد این جمله رو بگم، اصلا ناخودآگاه بود. بابا میگه شب بخیر، حالا شاید اتفاقی بوده. میخوابه و صبح بلند میشه دوباره میره تلفن زنگ میخوره و خبر مرگ مامان بزرگ میاد. دوباره اینا ختم و مسجد بگیرن و زنگ بزنن این بر اون مسجد بگیرن. اونا حالا اونا چون خارجیان کلیسا رزرو میکنن. کلیسا کجا؟ کلیسا بگیریم نزدیک باشه، کلیسا مجللی باشه، برن پک کنن و این داستانا اینا. میگذره چند وقت میگذره، بعد دوباره همین داستان خواب اینا شروع میشه و بچه دوباره میره موقع خواب میگه شب بخیر مامان، خداحافظ بابا. بابا توهی میکنه. آره توهی میکنه و میگه سایت تو روی واسه چرا خداحافظی از من چرا چی شد؟ میگه نمیدونم، احساس کردم باید بگم. میگه گو خوردی مثلا اساس میریزه به هوا، ولی تو اتو چون بعد تو تربیت بچه نباید خراب بشه. اتو قالب یه توهی میکنه قالبشو که آقا این گفت من آقا تو صبح بنده خدا خواب دیگه به چشش نمیاد، تا صبح بیداره که آقا الان اسرائیل میاد و میزنه ما رو برنداره میبره. حالا تو اینا چون انگلیسیه خارجیان اینا میشه د اسرائیل، یه د اولشو میاد، تی اچ ای اولش میاد. حالا ما چه اسرائیل ما ساده زندگی میکنه، فارسی همینجوری خوبش اینه، خوبی زبان فارسی اینه. بعد د اسرائیل میخواد کی بیاد و اینا، تا 5 6 7 صبح میره چی نشد، میگه مثل اینکه دیگه آره خراب شد، مثل که شعر بود اینا. آقا ساعت 9 میشه یهو میره همسایه میمیره، مرد همسایه مرد. تمام شد. این خودش فکر میکرد که این بابای دختر است، فکر میکرد بابای دختر است ولی همسایه. چیه؟ این بود دیگه، همین بود دیگه. این نیست مگه آخرش؟ پلیس میاد چه داستان چیه؟ همسایه که میمیره، از روی همسایه که میمیره پلیس دیگه میاد. پلیس میاد داخل و میاد پیگیری میکنه داستان چیه. اینا میفهمه که این تخم جن شب بخیر میگفته با ننهه که آخرین اول نفر به شب بخیر میگفته زرنگی میکرده، با هم دستشون توی کاسه بوده که چیکار کنن؟ 2 نفر رو اول کشتن که ارث و میراث اون یارو رو بگیرن. بابا هم بگن که آقا شب بخیر، بابا از ترس به خودش غالب توی کنه، بعد اینا ارثا رو جمع کنن. این وسط کی قتل انجام میداده؟ اون همسایه چون معمول شده واسه اینا، گفته آقا من در سلام می‌کنم بالا، دو تایی ننه و بچه با هم رفتن همسایه رو زدن کشتن. داستانو خراب کردن. مثل اینکه اونجا ولی پلیس میفهمه. حواستون باشه. اینجا ایران، اینجا خارج مهاجرت نکنید، خیلی بد.